سلام. آیا خبر دارین که تیک تاک گزینه مونتایزیشن خود را در کشور برزیل، فرانسه و آمریکا آغاز کرده؟ و آیا شما میخواین که از طریق تیک تاک ماهانه کسب درآمد داشته باشین، ولی متاسفانه شما نمیفهمین که چگونه از کشور برزیل و فرانسه و در آمریکا اکانت تیک تاک بسازین و تیک تاک خود را مونتایز کنین و از طریق ویدیوهایتان کسب درآمد کنین. به خاطر که شما در کشور برزیل، فرانسه یا آمریکا نیستین، در کشورهای آسیایی هستین مثل افغانستان، پاکستان یا تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه، یا اگر در کشورهای اروپایی هم هستین که شامل مونتایزیشن تیک تاک نیست مثل جرمنی، سوئدن، لندن، به خاطر اینکه گزینه مونتایزیشن فعلا فقط برای 3 کشور فعال گردیده، او هم برزیل، فرانسه و آمریکا است. ولی اگر شما در کشورهای آسیایی هستین که قابل مونتایزیشن تیک تاک نیست، تشویش از این را دارین که ما چگونه میتونیم اکانت تیک تاک خود را مونتایز کنیم. اگر تشویش از این را دارین، تشویش نکنین، این ویدیو را تا آخر تماشا کنین. برایتان آموزش میتونم که چگونه شما در کشورهای آسیایی شیشته از کشور فرانسه، برزیل و آمریکا اکانت تیک تاک بسازین و تیک تاک خود را مونتایز کنین. در این ویدیو برایتان طریقه ساختن هاتمیل و بعد از با هاتمیل چگونه اکانت تیک تاک ساخته میشه و بعد از چگونه مونتایز میشه، همه‌اش مکمل برایتان آموزش میتونم. اگر ویدیو خوشتون آمد، ویدیو را حتما لایک کنین و برای ویدیوهای بیشتر چینل افغان آنلاین تیپس را سابسکرایب کنین و زنگوله گویی را کلیک کنین. همیشه رقم ویدیوهای تاپ و آموزنده در این چینل اپلود میشه، از همه اولتر بیننده باشین. خب از آن دل شروع میکنیم ویدیو خود را. به خاطر کسب درآمد از تیک تاک چه چیزایی لازم است، چه شرایطی داره، برایتان راهنمایی میکنم. به خاطر کسب درآمد شما یک دانه وی پی ان را از پلی استور در گوشی خود اینستال کنین، به خاطر که در ادامه ویدیو برایتان آموزش میتم. اگر شما در کشورهای آسیایی هستین، افغانستان، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه یا اگر روسیه، در هر جایی که هستین شما میتونین که از این کشورهای آسیایی، از کشور فرانسه یا برزیل یا آمریکا میتونین که اکانت تیک تاک بسازین و اکانت تیک تاکتون را مونتایز کنین و بعد از او فعالیت کنین، ویدیو اپلود کنین و از طریق همون ویدیوهایتان شما میتونین که کسب درآمد کنین. اما یگانه شرط تیک تاک همی است که اکانت تیک تاکتان باید با هاتمیل ساخته شده باشه، یعنی با جیمیل ساخته نشده باشه. ببینید من اینجا برایتان نشان میدم، یکی yahoo.com از خودتون میفهمین، یکی جیمیل است، یکی هم هاتمیل است، یکی هم outlook.com است. خودتون میفهمین اوتلوک و هاتمیل که از مایکروسافت است و جیمیل که از گوگل است. همین گونه ببینید یک ایمیل میگم، فرض مثال برایتون به زبان ساده بگویم، یک ایمیل است، یعنی جیمیلی که ما میسازیم اینجا ببینید عبداللطیف اوستر official@gmail.com. این جیمیل است، هم ایمیل گفته میشه هم جیمیل گفته میشه. وقتی که شما از طریق همین جیمیل خود برای یک پیام میفرستین همون را ایمیل میگن. همین گونه همین هاتمیل هم از مایکروسافت است، مثل جیمیل ساخته میشه. حالا برایتون آموزش میتونم، این را باید داشته باشین. کسایی که فعلا اگر اکانت تیک تاک دارین، مثلا هزاران یا لک ها فالوور هم داشته باشین، بازم نمیتونین که این اکانت فعلیتون را مونتایز کنین. به خاطر چی؟ به خاطر که بیشتر برایتون گفتم که یگانه شرط تیک تاک همی است که اکانت های مونتایز میشه که با هاتمیل ساخته شده باشه. اگر همین اکانتتون که فعلا هزاران یا لک ها فالوور داره، همین را اگر شما از سابق با هاتمیل اگر جور کرده باشین، شما میتونین که این را مونتایز کنین. اگر با جیمیل ساخته باشین یا اگر با شماره موبایل ساخته باشین، متاسفانه نمیتونین که اکانتتون را مونتایز کنین، چون یگانه شرط تیک تاک همی است که کسی که میخواد از تیک تاک درآمد کنه باید اکانت تیک تاکش با هاتمیل ساخته شده باشه. اگر از سابق ساختین میتونین مونتایز کنین، اگر نساختین میتونین که یک دانه اکانت جدید بسازین و بعد از در همین اکانت جدید خود یا در همین اکانتی که فعلا شما استفاده میکنین، مثلا لک ها فالوور دارین، با مو فالوور هایتون یک دونه ویدیو 15 ثانیه شوت کنین، بگوین که دوستای عزیز این اکانت ما بسته میشه، اکانت جدید ساختیم، این را فالو کنین. این گونه شما میتونین که فالوور هایتون را دوباره به این اکانت جدیدتون انتقال بدین و بعد از شما میتونین که ازش کسب درآمد کنین. از این بیشتر وقتتون رو زیاد نمیگیرم. حال طریقه ساختن هاتمیل و بعد از اکانت تیک تاک رو براتون آموزش میدم که چگونه اکانت هاتمیل ساخته میشه، چگونه اکانت تیک تاک ساخته میشه، با هم یک جا تماشا میکنیم. اگر ویدیو خوشتون آمد، این خود دیسلایک شد، لایک کنین. خب عزیزان دل، آمدیم روی اسکرین موبایل خود و حال برایتان طریقه ساختن هاتمیل و بعد از با هاتمیل چگونه اکانت تیک تاک ساخته میشه برایتان آموزش میدم. به خاطر ساختن هاتمیل اینجا گوگل کروم باز کنین و بعد از در گوگل کروم آمده نوشته میکنین هاتمیل ساین اپ. ببینین من اینجا نوشته کردم و بعد از سرچ میزنین و اینجا ببینین outlook.com اومد. ایرانی بلکه در پایین بیاین اینجا ویندوز لایف نوشته است. ببینین مایکروسافت اکانت است، بالای همین مایکروسافت اکانت کلیک کنین و بعدا ببینین اینجا اکانت هاتمیل ما از قبل لاگین است. به خاطر که اینجا ببینین عبداللطیف اوستر 007@hotmail.com. ما همین را در ویدیو قبلی براتون آموزش داده بودم، همین را ساخته بودم. حالا این را لگ اوت میزنم، از سر براتون آموزش میدم. به خاطر لگ اوت زدن اینجا
بالای همین لوگوی خود کلیک کنین و بعد از اینجا ساین اوت میآید، بالای ساین اوت کلیک کنین، این ساین اوت میشه، یعنی از هاتمیلتون میبراین. حالی در گوگل کروم از سر برایتون آموزش میتونم به خاطر که اونجا اکانت سابقه ما لاگین بود. ببینید اینجا در گوگل کروم که اومدن اینجا نوشته میکنین هاتمیل ساین اپ، ایرا نوشته کنین و بعد از در پایین بیاین اینجا اولین لینکی که میآید به نام ویندوز لایف است. ببینید مایکروسافت اکانت نوشته است، بالای همین لینک کلیک کنین و بعد از اینطور یک صفحه میآید. اینجا از شما پرسان میکنه که آیا از قبل اکانت داری، اگر داری او را لاگین شو میگه، اگر نه میخواستین که یک دانه جدید بسازین اینجا گیت نیو ایمیل آدرس است، بالایش کلیک میکنین و بعد از اینجا ایمیل آدرس را نوشته میکنین. من اینجا نوشته میکنم فرض مثال عبداللطیف استرک آفیشیال نوشته کردم و بعد از اینجا outlook.com از طرف راستش ببینین اینجا بالای هم outlook.com کلیک کرده هاتمیل انتخاب بکنین. ببینین اینجا outlook.com است، hotmail.com است، شما اینجا پایینی را انتخاب میکنین hotmail.com و بعد از اینجا نکست را کلیک کنین. خب این نام را قبول نکرد به خاطر که قبل از من یک نفر گرفته بوده. حالا من اینجا کمی چنجز میارم، مثلا عبداللطیف استرک 2020 نوشته میکنم 2020 hotmail.com درست است و بعد از اینجا نکست را کلیک میکنیم. این نام را کسی نگرفته بوده، حالا اینجا یک دانه رمز انتخاب میکنیم برای هاتمیل خود. من یک رمز نوشته میکنم. خب من اینجا رمز خود را هم نوشته کردم و بعد اینجا نکست را کلیک میکنیم. این حال اینجا نامتون را نوشته میکنین به نام هر کسی که هاتمیل میساختین. من به نام خودم میسازم، از این خاطر اینجا نام خود را نوشته میکنم و در پایین تخلص خود را نوشته کنین عبداللطیف استرک و بعد از اینجا نکست را کلیک کنین. این حال اینجا شما کشورتون را پرسان میکنه که از کدام کشور هستین. من اینجا از کشور ترکیه لاگین شدم، از این خاطر اتومات ترکیه آمد و بعد از اینجا پایین از دیت اف برد از یعنی تاریخ تولدتون را من اینجا به خاطر آموزش تاریخ تولد را از پیش خود میزنم، ولی شما این کار نکنین. شما هر چیزی که در پاسپورتتون نوشته است همون را نوشته کنین به خاطر که یک روز ممکن است رمزش فراموش کردین. از روی همین تاریخ تولدتون میتون رمزتون رو دوباره بازیابی کنین. من اینجا 1995 نوشته میکنم به خاطر آموزش کار کرده هستم و بعد اینجا نکست را دوباره کلیک کنین و بعدا اینطور یک صفحه میآید. اینجا اوتوفیل میآید، یعنی یک عکس حیوان را نشان میده. او را باید شما همراه انگشتتون هر طرفی که همو اشاره میکنه همو طرف دور بتین. اینجا ببینین برایتون نشان میدم، نکست را کلیک میکنم. اینجا ببینین سگ را گفته که طرف دست چپ باید دور بخوره. اینجا ببینین بالای از گزینه کلیک میکنین دور میخوره. اینجا ببینین دست اشاره کرده که طرف پایین یعنی طرف دست چپ همین طرف سگ سیل کنه میگه، همین طرف آوردیم و بعد بالای سابمیت کلیک میکنیم. یک آپشنش تکمیل شد. حالا فیل را میگه در بالا باید سیل کنه، اینجا دوباره بالاش کلیک میکنیم همین گونه. ببینین سیل کرد و بعد سابمیت کلیک میکنیم، این هم دن شد. حالا یک فیل دیگر دوباره میگه در بالا باید سیل کنه این طرف، این هم درست شد. سابمیت کلیک میکنیم. ببینین وریفیکیشن کامپلیت میگه، اینجا اکانت هاتمیل ما ساخته شد. و بعد از اینطور یک صفحه میآید. اینجا نوشته کرده عبداللطیف استرک 2020 hotmail.com درست است. در پایین آمده کانتینیو را کلیک میکنین. اینجا اینا بعض قوانینش برای شما میگه. اینجا ببینین سی ساین این بالای از گزینه تیک مارک زده یس کلیک میکنین. اینا ببینین به همین آسانی اکانت هاتمیل ما ساخته شد، عبداللطیف استرک 2020 hotmail.com. اگر خواستین اینجا رمزش هم تغییر داده میتونین. حالا با همین هاتمیل خود اکانت تیک تاک میسازیم. به خاطر از این کار اینجا اول کاری که میکنین در پلی استور آمده یک دانه وی پی ان را باید در گوشی خود اینستال کنین. من اینجا اینستال میکنم. سوپر وی پی ان است. خب ما برایتون راهنمایی میکنیم. این وی پی ان است، سوپر وی پی ان، بهترین وی پی ان است. کشور فرانسه هم داره، کشور امریکا هم داره، برزیل هم داره. من اینستال میکنم. خب اینجا وی پی ان ما هم اینستال شد. حال قبل از اینکه وی پی ان را باز کنیم میایم اکانت تیک تاک خود را اول برایتون نشان میدم. این تیک تاک ما درست است. این اکانت تیک تاک ما میایم در پروفایل و بعد از اینجا ببینید 2426 فالوور دارم. اگر اینجا بالای سه نقطه کلیک کنم و بعد بیایم اینجا کریتر تولز بالاش اگر کلیک کنم اینجا ببینین او گزینه هایی که در کشور فرانسه و برزیل است اینجا نداره. ببینین یعنی همو کریتر بیتا که است یعنی آپشن مونتایزیشن اینجا نیست. حالا اینجا ما اکانت تیک تاک خود را لاگاوت میزنم. اینجا بالای سه نقطه کلیک کرده اینجا میایم سیتینگ اند پرایوسی و بعد اینجا میایم لاگاوت میزنم. یک دانه جدید میسازیم، وی پی ان را باز کرده با کشور امریکا وصل میکنیم. خب اینجا ما لاگاوت زدیم. حالا میایم در پروفایل. اینجا ببینین اکانت ما لاگاوت شد. حالا میایم در پلی استور همو وی پی ان را باز میکنیم. اینجا ببینین وی پی ان را باز میکنیم و با کشور فرانسه یا امریکا وصل میکنیم. خب اینجا وی پی ان ما باز شد ولی وصل نشده. ما میخوایم که با یک کشور وصل کنیم که مونتایزیشن
تیک تاک در اونجا فعال باشه. اینجا ببینین اوتو سلکت است، بالش کلیک میکنین و در اینجا ببینین فرانسه هم است، یونایتد استیت هم است. من اینجا یونایتد استیت کلیک میکنم امریکا را و بعد اینجا بالای کانکت کلیک میکنم تا به کشور امریکا وصل شوه. منتظر می باشیم، در حال وصل شدن است وی پی ان ما. اینجا کانکتد آمد، یعنی وی پی ان ما با کشور امریکا وصل شد. حالا از اینجا بک میشیم، میایم تیک تاک خود را از اینجا باز میکنیم و این حال اینجا ببینین از ما پرسان میکنه که آیا از قبل اکانت داریم؟ ما میگیم نداریم. از این خاطر اینجا فون اور ایمیل گفته بالایش کلیک میکنیم و بعد از اینجا ایمیل را انتخاب میکنین. ببینین ایمیل را انتخاب کرده. این حال اینجا همون چیزی که اینجا خودش اتومات آمد، ببینین @gmail.com hotmail.com outlook.com است. یگانه شرط تیک تاک همی است کسایی که میخواه مونتایزیشن را در اکانت تیک تاک خود فعال کنه باید با هاتمیل اکانتش را بسازه. ببینین جیمیل هم با جیمیل هم ساخته میتونین، با هاتمیل هم، با اوتلوک هم، ولی اگر با جیمیل بسازین شما نمیتونین که ازش کسب درآمد کنین. از این خاطر اینجا hotmail.com انتخاب کنین و بعد اینجا این حال نوشته کنین اما هاتمیلی که تازه ساختین. من اینجا نوشته میکنم. اینجا ببینین من نوشته کردم عبداللطیف استرک 2020 hotmail.com درست است و بعد اینجا نکست را کلیک میکنیم. اینجا برای ما میگه که یک دانه رمز انتخاب کو. این حال ما رمزم انتخاب میکنیم، یک رمز قوی که کسی نتونه ریکاوری بکنه. خب من اینجا رمز خود را هم انتخاب کردم. اینجا خودش نوشته هم کرده که رمزتان باید از 8 تا کم نباشه، از هر سیمبل باید شما نوشته کنین. میگم ببینین اگزمپل دادم، مثلا لیتر، نمبر، نوشتار چی که مقصد یک رمز قوی بزنین و بعد اینجا بالای نکست کلیک کنین. اینجا این حال تاریخ تولدتان را انتخاب کنین. تاریخ تولدتان را بازم برایتان تکرار میکنم، یک تاریخ تولد بزنین که هیچ وقت از پیشتان گم نشه، به خاطر که یک روز ممکن است رمز تیک تاک تان را فراموش کردین. از روی همه تاریخ تولد شما میتونین که رمزتان را دوباره بازیابی کنین. من اینجا از پیش خود تاریخ تولد زدم و بعد از اینجا نکست را کلیک میکنیم و بعدا اینطوری یک صفحه میایه. اینجا نوشته کرده دراگ دا سلایدر تو فیت دا پوزل میگه این را باید شما همراه انگشتتون اینطور دور بتین، مکمل همون چیزی که نقاشی شده با همون یک برابر بکنین، یعنی یک دسته گل است دیگه. این اینجا من برابر کردم. این حال ببینید تکمیل شد. اینجا اکانت تیک تاک ما ساخته شد. اینجا میگه یک دونه نیکنیم بتین. نیکنیمتون را چی میتین؟ مثلا یک یوزرنیم. من اینجا عبداللطیف استرک نوشته میکنم و بعد اینجا کانفرم کلیک کنین. خب عزیزان دل اینجا اکانت تیک تاک ما ساخته شد. ببینین اینجا اوکی هم کلیک کنین میشه، دونت الاو هم کلیک کنین میشه. من اینجا دونت الاو کلیک میکنم و بعد اینجا میایم در پروفایل فیسبوک خود تیک تاک خود ببخشین اینجا عبداللطیف استرک 8 آمد. ببینین این حال اینجا من بالای سه نقطه کلیک میکنم و اینجا کریتر تولز است، بالایش کلیک میکنم بالای هم کریتر تولز و بعد در پایین میایم. اینجا ببینین این گزینه ها را ببینین. کریتیویتی پروگرام بیتا همین آپشن مونتایزیشن هم میگه. کریتیویتی پروگرام بیتا آپشن مونتایزیشن است. ببینین آپشن دلار هم هست و برایتون نزدیک میارم. اینجا بالای همین کریتیویتی پروگرام بیتا که است بالایش کلیک میکنیم و اینجا تمام شرایطش برای شما میگه که به خاطر کسب درآمد از تیک تاک چه شرایط را باید شما پوره کنین. اینجا ببینید نوشته کرده که باید 10,000 فالوور داشته باشی و 1 لک بازدید در ضرب 30 روز و سن سالتان هم از 18 بالا باشه. ببینید یک تایش ما پوره کردیم، اینجا تک مارک شده، یعنی سن سال من از 18 بالاست، فقط این دو تایش مونده. وقتی که من اینجا فعالیت کردم 10,000 فالوور و 1 لک بازدید از اینجا که ما پوره کردم، بعد از او بالای ویدیوهای ما تبلیغات میآید و از اینجا من میتونم کسب درآمد کنم. اینجا ببینید آپشن دلار هم هست، دیده میتونین. اینجا خودش نوشته کرده get rewarded with creativity program beta است. فقط در 3 کشور فعلا فعال است، برزیل، فرانسه و امریکا است. حالا از اینجا من بک میشم. اینجا ببینین وقتی که شما شرایط پوره کردین در پایین آپشن اپلای است، اپلای میکنین و بعد از اون مونتایز میشه. حالا یک دانه ویدیو آپلود کرده برایتون نشون میتم. قبل از اینکه ویدیو را آپلود کنین باید وی پی ان تون در کشور امریکا وصل باشه. از هر کشوری که شما ساختین اینجا ببینین من سوپر وی پی ان را باز کنم، فعلا در کشور امریکا وصل است، درست است. این حال اینجا من یک دانه ویدیو را آپلود میکنم. اینجا میایم بالای پلاس کلیک میکنم، ویدیو این ایرفون آپلود میکنم و بعد نکست را کلیک میکنم، دوباره نکست را کلیک میکنیم و اینجا این حال هشتگ نوشته میکنین. هشتگ باید انگلیسی نوشته باشه، با فارسی نوشته کرده نمیتونین. مثلا هشتگ را اینجا نوشته کنین. اینجا ببینین وایرال ویدیوز، همین گونه هشتگ های انگلیسی را باید شما نوشته کنین و بعد هر چیزی که شما نوشته میکنین باید به زبان انگلیسی نوشته کنین. من اینجا نوشته میکنم که من اینجا از پیش خود به خاطر آموزش یک کلمه نوشته کردم، عرفان is going to hotel، یعنی عرفان حرامی رفته را از طرف هتل گفتم. اینجا برای شما میگه که این ویدیو هایتان را
everyone میکنین، یعنی تمام مردم دیده بتونه، فرند کسایی که شما را فالو کرده یا only you. اینجا ویدیو ما اپلود شد، این حال اینجا میایم در اینباکس، اینجا تازه شروع شد این حاله ببینین. خلاصه هر وقتی که ویدیو اپلود میکردین، فرض کنین که همین لحظه میخواین یک دونه ویدیو اپلود کنین، اول بیاین اینجا وی پی تون را با کشور امریکا وصل کنین، یا اگر از کشور فرانسه ساختین با کشور فرانسه وصل کنین. اینجا ببینین وی پی ما باز شد، بالا از گزینه کلیک کرده میبینین کشور فرانسه هم هست، امریکا هم هست. من امریکا رو انتخاب کرده کانکت میکنم. وقتی که کانکت شد این حال ویدیو تون اپلود کنین، هیچ مشکل نیست. این میقدر دیگه، هیچ مشکلی نیست. خب اینجا اکانت ما ساخته شد، ویدیو هم اپلود کردیم. ببینین اینجا حال یک دانه شماره موبایل اضافه میکنیم. به خاطر از این کار اینجا بالای سه نقطه کلیک کنین و بعد اینجا بیاین در سیتینگ اند پرایوسی میگه بالاش کلیک کنین و اینجا اکانت است بالاش کلیک کنین و در اینجا اکانت انفورمیشن میگه بالای از گزینه کلیک کرده شماره موبایل اضافه میکنین. شماره را از کجا میگیرین؟ اینجا میاین در گوگل کروم باز کنین و بعد اینجا نوشته میکنین how to get US phone number. من اینجا برایتون نشانم میتم. خب اینجا در گوگل نوشته میکنین how to get US phone number outside یا from Afghanistan from India. ببینین اینجا آمد و بعد از اینجا ایرا سرچ میکنین در گوگل. اینجا زیاد سایت هست برایتون میفروشه، 1 ساله است، 2 ساله است، خودتون خریداری میکنین. اگر خریداری نمیکنین تا وقتی که شرایط تیک تاک را پورا میکنین مشکل نیست، اضافه نکنین. اینجا ببینین من تیک تاک را دوباره باز میکنم. فرق نمیکنه که شما از هر جایی که فعالیت میکنین این کریئتر بیتا که هست گم نمیشه. ببینین من برایتون نشان میتم. از اینجا بک میشیم، میایم دوباره بالای سه نقطه کلیک میکنیم و بعد اینجا کریئتر تولز بالاش کلیک میکنیم و بعد از اون در پایین بیاین اینجا ببینین کریتیویتی پروگرام بیتا هست، بالاش کلیک کردین. اینجا اول شرایطش پورا میکنین، 1000 فالوور، 1 لک بازدید ایرا که پورا کردین و بعد از اون اینجا در پایین ببینین گزینه اپلای میایه، اپلای میکنین با مونتایزیشن و بعد از اون شما میتونین که اکانت تیک تاک تون را مونتایز کنین. خودتون در کشورهای آسیایی هستین فرق نمیکنه، مقصد شما اول همی شرایطش پورا کنین و بعد از اون شما میتونین که شماره تلفن یک رفیق، برادر یا اگر قوم خویشتون در همونجا هست اضافه کنین، هیچ مشکل نیست. به خاطر که مونتایزیشن تیک تاک تازه فعال شده در این سه کشور، ان شاء الله به زودترین فرصت در تمام جهان پخش میشه، یعنی در تمام کشورهایی که در جهان هست مثل ترکیه، جرمنی، لندن، در کشورها هم فعال میشه و بعد از شما میتونین که در کشورها حتما کدام قوم خویش رفیق دارین که در کشور جرمنی باشه، لندن، استرالیا، سویدن یا هر جایی که از ترکیه، هندوستان و بعد از اون میتونین که اگر چون تازه فعال شد فعلا ما هم نمیفهم که به خاطر مونتایزیشن چی اسنادای لازم است، تا او وقت ان شاء الله در تمام کشورها پخش میشه و بعد از هر اسنادی که لازم باشه ما برایتون به اشتراک میذارم، نشر میکنم که این چیزا لازم است به خاطر مونتایزیشن. ان شاء الله تا که شما شرایطش پورا میکنین تا او وقت در تمام کشورها پخش میشه و بعد از شما میتونین از هر کشوری که خواسته باشین مونتایز کرده میتونین و ازش کسب درآمد میکنین. فعلا فقط همین شرایطش پورا کنین و بعد از اگر مشکل برخوردین مونتایز کرده نمیتونستین من برایتون کمک میکنم و ویدیو هم میگیرم. تیک تاک هر کسی که شرایطش پورا کرده باشه ما برایش مونتایز کرده میتونم ویدیو گرفته و بعد در یوتیوب برایتون نشر میکنم، طریقش آموزش میتم. حال طریقه نمبر گرفتن برایتون آموزش میتم. دوباره میریم در گوگل کروم، همین چیزی که برایتون نشان دادم نوشته کنین و بعد اینجا نوشته است بالاش کلیک میکنین و بعد از ببینین شماره های هر کشوری که خواسته باشین اینجا هست. اینجا برزیل هم هست، اینجا سرچ نمبر میگه بالاش کلیک میکنین و بعد از اینجا کمپانی ایمیل میگه، یک دانه ایمیل نوشته میکنین، ایمیل آدرستون را و بعد از نامتون را، تخلصتون را، یک دانه رمز میتین و بعد از اینجا این تیک مارا میزنین و بعد اینجا میتونین که از طریق جیمیلتون لاگین شوین یا از طریق مایکروسافت که همین هاتمیل یا اوتلوک است لاگین شوین و بعد از اینجا شما پیسه میگیرم، سالانه است. ما فعلا نمیخوایم بگیرم به خاطر که پیشتر برایتان گفتم که من این اکانت را به خاطر آموزش برایتان ساختم، شاید من فعالیت نکنم به خاطر که وقت ندارم. در یوتیوب و در فیسبوک فعال هستم، از این خاطر اینجا فعلا من کار نمیکنم در تیک تاک به خاطر که ببینم شاید در کشور ترکیه هم همین گزینه مونتایزیشن تیک تاک فعال شوه و بعد از اون میتونم که با شماره موبایل خودم وریفای کنم و تیک تاک خود را از ترکیه مونتایز میکنم. فعلا من از اینجا نمیکنم، فقط به خاطر شما آموزش دادم. خب عزیزان دل، قسمی که دیدین اکانت را ساختیم برایتان آموزش دادم، حال شما هم همین گونه اکانت بسازین و بعد از شرایطش برایتان نشان دادم که 10,000 فالوور است، 1 لک بازدید است در ضرب یک ماه
از سن سالتان باید از 18 بالا باشه و بعد از او شما میتونید که اکانت تیک تاکتون رو مونتایز کنین، اپلای میکنین وقتی که شما شرایطش پورا کردین. اگر کسایی که اکانت ساختین و هر وقتی که شما شرایطش پورا کردین حتما بر ما پیام بدین، ما برایتون مونتایز کرده میتم و ویدیو هم میگیرم به مردم آموزش میتم. به خاطر که خودم اکانت را تازه ساختم، خودتون دیدین تا که ما شرایطش پورا میکنم شاید وقت بگیره، شاید ما فعالیت نکنم، به خاطر که وقت ندارم. در یوتیوب و در فیسبوک زیاد فعال هستم، از این خاطر وقت پیدا کردن نمیتونم که در تیک تاک فعالیت کنم. با زودترین فرصت انشالله تیک تاک هم در تمام جهان پخش میشه. اپشن مونتایزیشن شما میتونید از هر کشور بعد از او مونتایز کنید. فعلا فقط همین 3 کشور بود که برایتون آموزش دادم. امیدوارم که ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا ویدیو بعدی همه شما را با الله پاک میسپارم. خدا نگهدارتان.